حتما واسه شما هم پیش اومده که یه مدیری داشته باشین که خیلی خوش اخلاق و مهربون و باحال باشه، ولی به وقتش یه جایی خیلی زیرزیرکی دهنتون کرده. من یه مدیر داشتم همین مدلی، خیلی نایس و کول و باحال بود، ولی یه وقتایی انگار دو شخصیتی میشد. مثلا وقتی یه نفر از من تعریف میکرد، آره خیلی بچه باله، خیلی کارش خوبه ها، ولی یه جای دیگه یه جوری گند زده نمیشه جمعش کرد. کی؟ یا مثلا وقتایی که یه کاری رو خراب میکرد مسئولیتش رو قبول نمیکرد، مینداخت گردن تو. خیلی تو مخم بود، انقدر انرژی منو گرفت، حالمو خراب کرد که استفاده دادم اومدم بیرون. چند وقت پیش داشتم تو اینترنت سرچ میکردم، به یه مقاله جالب رسیدم در رابطه با کاورد نارسیسیسم یا همون خودشیفتگی یواشکی، پنهانی، قایمکی، همچین چیزی. نوشته بود که آدمهای زیادی، نزدیک 40% از آدمهای خودشیفته پنهانی ان. یعنی در ظاهر تو نمیتونی تشخیص بده که این آدم خیلی منم میکنه، خیلی خودشو دوست داره، خیلی اولویت خودشه، ولی در باطن یه جوری مثل پنبه سرتو میبره که نفهمی از کجا خورد. نکته جالب این که آدم‌های خودشیفته پنهانی فقط تو حوزه کاری نیستن، تو روابط عاطفی هم خیلی پررنگن. یعنی این آدم‌ها توی روابط عاطفیشون یه جوری بهت عذاب وجدان میدن، خودشون رو تو موقعیت قرار میدن که نگهت دارن، و وقتی که تو شل میشی باهاشون همراه میشی دوباره همون آدم‌های عوضی قبل میشن. اگه آدم‌های از این جنس میشناسی این ویدیو رو بفرست واسه خودشون یا کسایی که در معرض خطرشون قرار دارن، شاید متوجه این همه خطر نباشن.